شما دیگه کی هستی؟ تو روستایی من چی کار میکنین ها؟ از امینه خبری نیست بابا، میگم بلایی سرش نیورده باشه. انقدر حرف مفت نزن بچه. من نگران آینده این روستا هم. بعد ببین تو به چی داری فکر میکنی آخه. خدایا اونم توبه. یکی از مردم همین روستاستی که برای همین نگرانم. خب حالا مگه چی گفتم ها؟ ببین میدونی چیه؟ من مطمئنم که اینا رو اون ظریفه آورده اینجا، شک ندارم. پس چرا ما اینجا قایم شدیم ها؟ بریم ببینیم چه خبره. ساکت شو. یعنی به فکر خودم نرسیده بود؟ فکر کردی خیلی باهوشی؟ بیا بریم ببینم. بدو بابا از وقتی اومدین اینجا یه لقمه هم نخوردین. خب لج نکنین دیگه، یه چیزی بذارین دهنتون. اصلا اشتها ندارم. همه فکر و ذکرم بیشه شناسیه. تو بخور. ظریفه خانوم. چیه؟ اومدی معذرت خواهی؟ نه خیر، اومدم به مهمونا خوش آمد بگم. بی خودی زحمت نکشین. این دور و برا تصادف کردن، اما خدا رو شکر خوبه. تصادف؟ تو روستای ما؟ ببینم چی کار کردی؟ به پلیسا و ژاندارما خبر دادی؟ چیزی نبود که پلیس مدیس لازم داشته باشه. میگم خوبن، خودمونم حلش کردیم. آها. ببین ظریفه، تو که قوانین قانون نکن واسه منا. گفتم حلش کردیم. باباشون زخمی شدن، منتظریم خوب بشن برن. ما همچین علاقه‌ای نداریم اینجا بمونیم. متوجه شدم. باشه، میگم که حالا که اینطوریه پس کی تشریف میبرین ها؟ آقا مختار، داری ما رو بیرون میکنی؟ دهتونو که نخوردیم، نترس. وقتی بابام خوب بشه میریم. نه جونم، بابام منظورش این حرف نبود نزن که. بچه، ساکت شو. میدونین چیه؟ تو روستای ما زیاد از غریبه ها خوششون نمیاد، مخصوصا خودم. من که اصلا دلم نمیخواد کسی بیاد تو این روستا زندگی کنه. نمیتونم باشون اصلا گرم بگیرم. اصلا. ببخشید، اون وقت چرا؟ معلومه دیگه پسر. بذار برات بگم که آقا مختار فکر میکنه هر توریستی که میاد اینجا با خودش بدیومنی میاره. اینطوری نیست؟ ظریف خانوم، الان این چه ربطی داشت؟ بابا خواهی باورم نمیشه شناسی. بابا جون حالم خوبه. صحبا شد دیگه. حسابی ما رو ترسوندی که. خدا رو شکر حالتون خوبه. خب به سلامتی که تشریف میبری؟ با این دیوونه کاری نداشته باشین، بهش اصلا اهمیت ندید. من میخوام برم که حیوانامو جمع کنم و بیام. تو هم با من راه بیفت، بذار بنده خداها راحت باشن. زود باش ببینم. بدو راه بیافری. برو ببینم. ببخشید دقیقاً ساعت چند راه میافتین ها؟ صبح حدود ساعت 9 اینا. ببینم خوبه، مثلا به تو چه که کی میرندی. برو دیگه. ای بابا، برو اون دیگه. نده دختر هنو داره جون. فک میزنه. ای بابا. عثمان، ببین گوش کن چی دارم بهت میگم. یواشکی اینا رو تعقیب کن، سر در بیار ببین دردشون چیه. اگه دیدی میخوان زمینی چیزی بخرن سریع خبرم کن. سریع منو خبر کن. باشه بابا باشه. آفرین بهتر. بسته دیگه، تا کی میخوای به اون پسر رو نگاه کنی؟ چه ربطی داره؟ چی داری میگی؟ من باعث شدم مرد زخم و زیلی بشه، داشتم به اون نگاه میکردم. همین. تو که گناهی نداری. گوسفندا پریدن وسط جاده. کجای دخترو؟ تو به بابا چیزی گفتی؟ نه، من با اندازه کافی خودم 1000 تا مشکل دارم. هر کی درد خودشو داره. آره؟ باشه، خودم میگم. اومدم بابا، اومدم. عثمان جون، ببخشیدم اینه جان، قربونت برم. میگم عثمان، تکلیف ما بالاخره چی میشه ها؟ نمیدونم، به خدا صبح تا شب این دیوونه ها شدم. نمیدونم دارم چی کار میکنم. همینه. امروز من تو اینترنت درخواست ازدواج دادم، باورت این میشه؟ چه کاریه؟ خوشگلم زده به سرت. مگه من مردم؟ برای خودم نیست خنگ، برای خواهرم. اتفاقی هم میافته؟ نمیدونم، فعلا دارم تلاش میکنم. تو چی کار کردی؟
من چیکار کردم؟ چیکار باید میکردم؟ همینه دیگه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. من اینجا دارم از ناراحتی دیوونه میشم، بعد تو با خیال راحت فقط منتظر نشستی و آفرین به تو، آفرین. منم ناراحتم. فکر میکنی من قصه نمیخورم؟ قصه خوردن مشکلی رو حل نمیکنه، باید حتما یه کاری بکنی. الانم از جلوی چشم میری، تا وقتی هم که کاری نکردی حق برگشتن نداری عثمان. این کارو نکن عزیز دلم، آخه من برو ببینم. عزیزم قربونت برم. آه خدایا، این یه ذره خوشیرم به من زیاد میبینی؟ آقا سالم که اونجاست. الو بابا. چیه پسری به درد نخور، چی شده؟ بابا آقا سالم اومده پیش همون آدما. الان دارن بین خودشون حرف میزنن. خدا رو شد که حرف میزنن. در مورد چی حرف میزنن؟ برو گوش کن ببینم چی میگن. بودو بیا دیگه بریم اون پشت. بابا من باید قطع کنم، یکی داره میاد. خدافظ. همه به من گیر میدن، هر کی میاد شیر برکه رو وا میکنه رو من. پسر کلیه درد گرفتم. اینجا که همش باید دستشویی صحرایی استفاده کنیم. آره. فردا صبح زود بعد از اینجا بریم. آره والا. از همه بیشتر دوست دارم از سر اون گل وحشی راحت شم. ظریفه رو میگی؟ میبینم زود شناختی شدم. من دخترها رو بهتر از تو میشناسم. اکی. وحشی هم که اینجاست. منظورت چیه جوون؟ ببخشید شما؟ من میگه من ساله هستم، بابای ظریف خانم. ماشاءالله آقا صالح، ماشاءالله. اسم دخترتون دقیقاً برازنده شخصیتشه. خیلی ظریفه آخه. بله دختر من همین جوریه دیگه، خیلی هم خانومه. به خاطر این خانم تصادف کردیم، ولی یه معذرت خواهی هم ازمون نکرد. آره والا. پسرا چی دارت میگی؟ ظریفه؟ میخواستم چیز کنم. اما کار درستی نیست دخترم، آرام معذرت خواهی کن. معذرت. چی گفت؟ نشنیدم. والا منم نشنیدم ظریفه جون، چی گفتی؟ گفتم معذرت. نه بازم نشنیدم. بی خیال صاحبش مهم نیست. لابد عذرخواهی براش زور داره دیگه. ظریفه زود باش درست معذرت خواهی کن. خیلی خوب، معذرت میخوام. خوب شد، تموم شد، معذرت میخوام. بچه ها من چیز میخوام. چی بودون؟ تخم مرغ نداریم، میشه برین از مغازه بگیرین؟ آفرین. نه این چه حرفیه خانم، مرغداری ما همونجاست، برن از اونجا بردارن، تازه است میچسبه. ظریفه بچه ها رو ببر مرغداری رو نشونشون بده. بلند شو دیگه، بذار از اون تخم مرغ بردارن، هر چقدر دلتون میخواد بردارین. آریم ببینم. شما زحمت نکشین آقا صالح، خودمون از یه جای پیدا میکنیم. این چه حرفیه پسرم، واقعا ناراحت میشم. از کجا میخوای پیدا کنی؟ شما مهمون ما هستین. آره بچه‌ها باریش سواش کشش ندین، سرم رفت، سرم درد میکنه. برید دیگه. برو دخترم. جوونای امروزی همینن دیگه آقا صالح. شما تو استانبول چی کار میکنی؟ من پروفسور هستم. مرغا اونجا. مرغ میخوایم چیکار؟ ما تخم مرغ میخوایم، تخم مرغ. اتفاقا تخم مرغا هم همونجا. یعنی خودمون باید برداریم؟ من که عمرم پامو اونجا نمیذارم. خب نرو، به من چه؟ آخه دختر جون، تو چرا اینقدر وحشی؟ چرا سعی نمی‌کنی مثل دخترای دیگه رفتار کنی؟ اشکال نره، عوضش باباش آدم مهربونیه. نگاهش کن تو رو خدا. چی میگی من چمه؟ مشکل همینه دیگه.
تو هیچی نیستی. حداقل این شما کشته مرده شهر و ترافیک نیستم. تو مرغدونی هم نمیتونین برین 2 تا تخم مرغ بردارین. کی نمیتونه بره؟ ما؟ انگار این هنو ما رو نشناخته. واسه چی باید بشناسم؟ تابلوه دیگه. تابلوه چی هستی؟ از یه مرغ هم میترسین. برو تو مرغدونی ببینم میتونی بری. نمیتونی. برو دیگه. نمیتونی دیگه. من نمیخوام لباسام کثیف بشم، واسه همین نمیرم. ها. من میرم. کاری نداره. تو نمیری؟ میترسی؟ میترسی. اگه راست میگی برو. باشه میرم. خب برو ببینم. به اینجا میگن مرغدونی. چند تا بردار دیگه. خودت بردار. در چرا بس؟ کجا رفتی؟ در رومون قفل کرد. ظریفه اصلا شوخی قشنگی نیست. در باز یه کن. ذره اونجا بمونین تا حالتون جا بیاد. میزنم در رو میشکنم و بازش کن دختر. در باز کن. کن. با تو هم. دخترم مشکل حل شد یا نه؟ بله بابا. خیلی خوبه. امینه داره ماهی درست میکنه. به خواهرت کمک کن تا زودتر غذا بخوریم باشه؟ باش. منم برم کمک تو کنم. بگیر بشین سمن. نمیخواد بری بشین. دخترم ظریفه. غذا بیشتر درست کن که یه خوردن ببریم واسه مهمونا باشه؟ باشه بابا. از من به تو نصیحت. اینقدر این دخترها رو نفرست پیش اون خانواده‌ای که با کاروان اومدن اینجا. چرا بابا؟ چرا؟ اونجا پسر مجرد هست. خب دخترای تو هم مجردن. بابا تو ظریفه رو نمیشناسی مگه؟ میشناسم اما ربطی نداره. آتیشه و بارود. من دیگه حرفمو بهت دادم دیگه. باشه بابا جون. باشه تسلیمم. من تسلیمم. هر چی شما بگید. آخ بابا جون. ای داد. امینه از اونجا یکم دیگه به هم آرد میدی؟ امینه با تو اما مگه نمیشنوی تو؟ نه نمیشنوم. مگه چی میگی؟ این ادا چیه امینه؟ چت شده؟ همه به فکر خودشونن. من بیچاره نتونستم برم سر خونه زندگیم. هیچکی هم حرفی نزد. برای همین تو فکرم. چه حرفایی میزنی امینه؟ دستت درد نکنه. من از صبح تا حالا وقت سرخاروندن داشتم. خوبه خودت هم میدونی. بذار از شر اینا خلاص بشیم. من مشکلاتو حل میکنم. قول میدم. یعنی ازدواج میکنی؟ چه ربطی به عروسی داره؟ نه عروسی نمیکنم. گوش کنین دخترها. بی خود دلتون رو صابون نزنین، چون اول باید من زن بگیرم. اگه اون بابای بی وجدانتون رفت خواستگاری فاطمه که رفت، اگر نرفت دیگه من دختره رو ور میدارم و فرار میکنم، چون به اینجام رسیده. بابا بزرگ. شما هم هی نرین پیش اون خانواده وگرنه قلم پاهاتون رو خورد میکنم. بهتون گفته باشم. باشه بابا بزرگ. تو این خونه اگه قرار مراسم عروسی گرفته بشه، اول باید مراسم عروسی من باشه. بابا بزرگ. چیه همش ای بابا بزرگ؟ مگه در این شعر میخونی؟ نگاه کن منو. اونو یکم بیشتر آرد بزن. خیلی خوب. تو روز آدمای جدید اومدن. یعنی اگه این محمد نباشه اصلا خبردار نمیشیم والا. تو دیگه اون آدم سابق نیستی آسمان. اون آسمان نیستی. ای بابا ای روزگار ای روزگار. شبتون بخیر. خدا سلامتی بده الهی. خیلی ممنون ازتون. من آسمان هستم از اهالی همین روستا. بفرمایید. خیلی ممنون زحمت افتادین. بفرمایید بشینین. خوش اومدین. خیلی ممنونم. آخه خدا شوهرتون رو رحمت کنه. سوگی برامون قهوه درست کن بخوریم. برو دخترم. چشم. زوگی واسه منم چنگال بیار. چشم. آسمان خانوم حالتون خوبه؟ خوبم. ولی دختر شما از کجا فهمید حلوا برای شوهرمه ها؟ دختر من همه چیو میفهمه. واقعا؟ ای وای کور از خدا چی میخواد؟ 2 چشم بینا میخواد. به خدا دارم دیوونه میشم. آخه نمیفهمم. قایم میشی یه بدبختیه، قایم نمیشی یه بدبختیه. آخه این چه
ای آقا، ای بابا هنوز قایم نشده. لو رفتیم. اینجا چه خبره؟ ما اینجا این بابا اینجا. کجایین؟ ما تو مرغداری گیر افتادیم. آخه چرا؟ با هیچی حوصلمون سر رفت، گفتیم بیایم اینجا با مرغا اختلاط کنیم. باشه. بابا مگه نمیبینی گیر افتادیم؟ در وا کن دیگه. اون ظریفه دیوونه در قفل کرد و رفت. کار اونه ظریفه خیلی دیوونه است. از این کارا زیاد میکنه. چرا وایسادی در باز کن دیگه. آره راست میگی. تازه میگه راست میگی. اکرام شدم. اسم من ساواشه. عثمانم. باریش. عثمانم. اگه یک کم دیرتر میرسیدم به جون خودم تا صبح اون تو میموندین و مثل ما قط میکردی. حالا چی شد؟ چرا ظریف شما رو انداخته اون تو؟ مگه اون دیوونه واسه کاراش دلیلم میخواد آخه. حیف دختره، وگرنه میدونستم چی کار کنم. خب دیگه من باید برم. عثمان چیه؟ میگم این دوروبر کافه مافه چیزی نیستش. ببین چشمای تو آبیه. باید از تو ترسید. دنبال کافه میکرده. این چیزا تو شهره، میدونی که تو روستای ما فقط قهوه خونه است. قهوه خونه معمولی. همونم خوبه. کجاست؟ اتفاقا منم دارم میرم اونجا. دنبال من بیای. زود باشی. بذار اول اینا رو ببین بعد. بچه 3 ساعت کجا موندین؟ تو مرغداری بودن. چیزی نیم مامان جو، کار داشتیم. ما با عثمان دم مرغداری آشنا شدیم. میخوایم بریم قهوه یه خونه. چیزی بخوریم بعد بریم. شفیقه بذار بچه ها راحت باشن. شما برید بچه ها. دست درد نکنه. شفیق خانوم، میگم که پسرات اصلا شبیه هم نیستن. شبیه نیستن؟ دقیقا مثل روز و شب میمونن. باریش از شوهر اولمه. ساواش هم از همسر اول شناسیه. منم مسئول مشترکم. شما چی؟ بچه داری؟ بله دارم، منم یه پسر دارم. دست بوستونه. خدا حفظشون کنه. خیلی ممنونم. دخترای خوشگلم، چه بوی خوبی میده. دستتون درد نکنه. نوش جونتون بابا جان. امینه دخترم، تو هم بیا سر میز. بیا. میل ندارم، نمیخورم. مگه میشه نخوری؟ مریض میشی بابا. بیا دیگه، انقدر منو اذیت نکن. کی مریض میشه بابا جون؟ اون شامش خورده سیره واسه همین نمیخواد. نه اتفاقا هیچ هم اینطوری نیست. من بودم موقع پختنشون نصفشونو خوردم. 2 دونه ماهی خوردم، همون چشتو گرفته. چرا با بس میکنین ها؟ دخترای دیوونه. مگه میشه آدم از برکت خدا قهر کنه؟ ببین همینه، خدا قهرش میگیره. برگردیم بریم. برگرد ببینم. بیا اینور، بیا اینور. تا نشستی بیا اینا رو ببر تا سرد نشده بخورن. نه من نمیبرم، ممکنه تو راه بخورم. بی زحمت خودت ببرش. دیگه شورشو در آوردیا. چرا مثل آدم حرف نمیزنی امینه؟ نه چرا شما همش مثل خروس جنگی میپرید به هم دیگه؟ ها؟ من خودم میبرمش. ببرم یکم غذا بخورن، اینا ثواب داره. بذار بخورم. این ماهی هم حسابی خوشمزه شدن، عالیه. بذار بخورم، ثواب داره. شما هم بخورین، الان من برمیگردم. بفرمایید شما، بفرمایید. من اینو ببرم برای فاطمه تا اون نخوره از گلو من پایین نمیره. بزرگ. تو چت شده؟ ها؟ به من بگو چت شده؟ چند روز واسه من نخ و تخ میکنی؟ بسته دیگه، خجالت داره. منم برم کشتی لقمه‌مو میگیرم. شما غذاتونو بخورین، نوش جونتون. اتفاقا کار تو زشته. اگه اینقدر لجباز نبودی تا حالا 10 بار با عثمان ازدواج کرده بودم. تقصیر منه با اون عثمان تو سری خور عروسی نکردی؟ وا اتفاقا هیچ هم بی خاصیت نیست، مثل شیر میمونه ماشاءالله. اون مثل شیر میمونه، نکنه از نژاد گربهشه که مثل گربه ها هر شب دور خونه میپلکه. فکر کردی من نمیبینم؟ امین خانم کور نیستم که. تو ما رو میپایی؟ چرا باید دید بزنم؟ مگه من کار زندگی ندارم؟ هر شب پنجره سنگ میندازه. ببین بهش بگو یه ذره آرومتر. من دیدم بابا هم ببینه مچتونو میگیره ها. تو الان داری منو تهدید میکنی آبجی؟
به خدا دیگه باهات حرف نمیزنم. باهات قهرم. حالا ببین. خیلی خوب بابا، جوش نیا بسه. چرا عثمانم تعصب داره؟ معلومه که برمیخوره اون قراره شوهرم خیلی بشه. خوب بابا، درست حسابی بهشون غذاشو بخور، مریض میشی، بازم باید من جمعت کنم، بدبختیش هم مال منه. باشه، حالا که خیلی اصرار میکنی یکم میخوام. آفرین، الان از بوی ماهی سر و کلش پیدا میشه. کی قراره بیاد؟ این چه سوالیه دختر؟ گربت رو میگم. آبجی بس چیه؟ غذاتو بخور. والا چی بگم آسمان خانم؟ بگم یکی، 2 تا، 3 تا. وای خدا، از کجا فهمیدی دختر؟ 3 تا من 3 تا شوهر کردم زیر خاک. شب بخیر همسایه. شبتون بخیر، خوش اومدین. دختر رو براتون ماهی آوردم. بفرمایید. ماهی؟ بابا آخه البته یکم برک شدم، ما اشکال نداره. اول دسر بعدم غذا. چرا زحمت کشیدین؟ خیلی ممنون. نوش جانتون. خیلی ممنونم. از شیرینی که فرستادم خوشتون اومد؟ دستتون در نکنه، خیلی خوشمزه بود آسمون خانم. نوش جون، بازم براتون درست میکنم. خیلی ممنون. نمیخواد به زحمت بیفتی. این چه حرفیه؟ چه زحمتی؟ درست میکنم چیزی نمیشه که. دست پختشون حرف نداره، خصوصا حلوا. من خودم خیلی خوشمزه است. خب دیگه با اجازهتون من برم. خیلی ممنون، بازم تشریف بیارین. شبتون بخیر. شب بخیر. راستی اگه هر چی نیاز داشتین اول بیان پیش من باشه. اول من. خدا نگهدار. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ. خیلی آدم با شخصیتی خیلی واقعا. بله همینطوره. خب دیگه منم کم کم برم. منزل منم بیاین. خب اگه چیزی لازم داشتین خونه من همینجاست. خوشحال میشم تشریف بیاری. خدا نگهدارتون. نوش جونتون، نوش جونتون. به سلامت آسمان خانم، بازم بیان. چشم، به امید دیدار. اینم چایی. چرا اول به مهمونا نمیدی ها؟ یه کار درستم انجام نمیده. داداش عثمان، شنیدم امینه رو بهت ندادن، ناراحت شدی. درست میگم. ته چه بچه پرو، برو به کارت برس. میبینی تو رو خدا یه فسقل بچه هم آدم ها مسخره میکنه. خیر باشه داداش عثمان، قضیه چیه؟ نه شما چیزی بپرسین نه من چیزی میگم. از عشق و عاشقیه. از کجا فهمیدی؟ اون تخصصش اینه. خوب بلده. باباش گیر داده تا وقتی که دخترم شوهر نکنه امینه رو نمیدم. خب تو هم صبر کن دیگه یکم. چرا باید صبر کنم؟ اگه بخوام منتظر اون بمونم 100 سال دیگه هم به امینه نمیرسم. همه پسرها از دست خواهر دیوونه اون فرارین، به هیچ کس رو نمیده. البته هیچ کس هم دلش نمیخواد اونو بگیره. من خودم میدونم. ببینم امینه‌ای که میگی نکنه خواهر همون دختر وحشی است؟ آره داداش زدی تو خال. اوه بس کارت خیلی سخته. به نظرم باید یه کاری بکنی، امینه رو فراری بده. صبر کن بابا. برو یه بار دیگه با باباش حرف بزن. خب نوچ نه، اون به حرف من گوش نمیده، میدونم. خب یه ریش سفیدم به خودت ببر. یعنی تو روستای شما یه پیرمردی چیزی نداری؟ البته یه نفر هست، امام مسجدمون آقا سلیمان. همه دوستش دارن، بهش احترام میذارن. خب خوبه دیگه، یه بارم اینجوری امتحان کن. به نظرت میشه؟ امتحانش کن پسر، چیزی از دست نمیدی که. راست میگی یا چیزی از دست نمیدیم؟ آره زمان به نظرم با دختره فرار کن. اون خواهرش هم بسپرش بده. به نظرت چی میشه؟ چی داری میگی ها؟ تخم مرغا رو میگم. عسلی خوبه یا پس؟ املتش خوبه، املت. زخمم. زخمم خوب شده. آره پامم خوب شده.
نکنه کار اون مرهمه. آره شناسی. اونجا چه خبره؟ صبح بخیر. صبح بخیر. اینجا چه خبره؟ مثل هموم زنونه شده ها. آسما خانم با زحمت افتادن. ببخشید سر صبحی مزاحم شما هم شدیم ما. راستش من فالمو برای یاگش خانم گفتم، مدونم رفته به خدیجه خانم گفته، خلاصه همینجوری دهن به دهن چرخیده دیگه. هر چی زن تو روستامونه همه فهمیدن دیگه، هر کی که شنیده اومده اینجا. شناسی سرت چطوره؟ حالت خوبه عزیزم؟ آی درد میکنه، خیلی هم درد میکنه. درد میکنه؟ یعنی مرهم خوب نبود؟ جدی میگی؟ اولین باره که اینو از یکی میشنوم، اصلا باورم نمیشه والا. یعنی اینقدر مطمئنی؟ بله خب شیپیلداک هر زخمی رو خوب میکنه. چی گفتی؟ اسمش چی بود؟ شیپیلداک. شیپیلداک. تا امروز اصلا نشنیده بودم. نبایدم میشنیدی، چون فقط توی روستای ما هست، هیچ کس نمیدونه. عجب که اینطور. شاید اگه یک هم دیگه بود حالا بهتر میشه داد. دیگه نداری امین جان؟ نداری؟ نه ولی تو کلبه پدر بزرگم یکم مونده بود. کلبه پدر بزرگی؟